mana bilindiya hajji همین خشمو درک نکی من آدم ها کنیم که 5 وقت نماز میرن هیچ کس تعریفش نمیکنه طوری می نماز جمعه میخونن هیچ کس مبارک بادش نمیکنه طوری می همین حج یک تا ستون اسلام आहे شما درست فهمه اسلام خدا خواهد ای 5 تا ستون عبارت است کلمه شهادت 5 وقت نماز خوندن روزه ماه شریف رمضان گرفتن طواف خانه کعبه کردن زکات دادن این طواف خانه 5م فرضه در عمرت یک مرتبه میگه امام اعظم اگر در عمرش 50 سال خدا عمرت یک بار رفته کرده بیای ای گردن ساقط میشوه این شرط نیست رکلام کردن گاو کشتن امسا گم کنه برای چی آدمای حج نرفته هستن که اومده با خدا خواهد 500 تا تسبیح میارم یک قبچه خدا خواهد این محلا گاو کشتن نکن این محلا گوسفند کشتن کن این بدعته در هیچ جای حج نیستگی نیست یگان بابش نگی حج که رفته اومدی خدا خواهد یک بار بانکراج مرده بره دنیا تا بروته مردم که جاش نیست خیلی اومدی خدا خواهد شما هم چیز تامه کن نیای خونه همین اومده امک جان خیر ای حج اومده جای مبارک یک دعا کنه گو دعا شگی و برفتنگی و بوسه کردن و طواف کردنش حرامه یک وقتا یک جور دیدم همین آدسته هم کپا آدم ها گیتا سودیان ها این مبارک توبه کردم من گیرمش مبارک این چی خیلی خلقمه ما کای مسلمانی حقیقی بشیم کای ارگنال بشیم که این چیزها را گم بکنیم تمام مردم حاجیش نبیاید همین تحصیل بعضی ها نرفته است که 5 میلیون 15 میلیون برای با 15 میلیون دیگه اینجا راسخود کردن کار بده این دروغ این نیست در اینجاش اومدی خدا خواهد خدا مبارکت کنه برای هم مسجد برای همجا ببینن شرط نیست خونه این اومده 150 تا آدم اینجا آچوریت سودا خدا خواهد اینجا این چیه این رکلام مشید رکلام مشوه شرک میشوه پیغمبر گفتن که شرک دو گروه میشوه شرک الاکبری و شرک الاصغری شرک اکبرش به خدا شرک آوردن کسی که خدا نه بچه داره میگه زن داره میگه فرزند داره میگه دختر داره میگه نسبت اگر بهاتیه این شرک است شرک اصغر میگه ریا و شرک کن ریا خود نشونتی رکلامه مردم من تعریف کنن حاجم گوان بالای وی برارلم توافم کنن زیارتم کنن گوی شرکه ای خدا دونه حج فرضی ای سنتی چی فرق داره حج فرضی ای سنتی فرق شدن همین نه که حج سنتی این سنت ای اینجا دو تا فرض کتی حج سنتی اجرا میشه احرام میبندن طواف میکنه خلاص که عرفات نه دیگه فرض ایستاده پیشنده توی عرفات اون واجبا ایستاده قربانی کردن شیطون سنگ زدن این عمل ها نیست این گردن ساقط نمیشه این حاجی که سنتی کرده با یک مراتب خدا دولتش زیاد کنه رفته فرضیه بجا بیاره الا گردن ساقط نیست همدیمی یکم چی میسته فرض میسته دویم حکم شرعی احکام شریعت ای 8 چیز عبارت ای فرض واجب سنت مستحب مباح حرام مکروه مستکره یکم فرض اجرا میکنی دویم واجب اجرا میکنی سوم این سطح سنت ای چهارم بعد مستحبه برای همین اول باید که فرض اداش نشه البته خدا مبارک کنه خدا خواهد خانه بهترین همه زیارت کنه لیکن از یک بار دیگر در دوام عمرشون البته رفته حج فرض اجرا کنن بعد حقیقی حج میشود